سلام به همگی. حال احوال خوبه؟ آقا از حال و روز ولی فقیه از نابش نپرسید که 6 در 4 6 در 4. یعنی هرچی میگذره ولوم جیغ دلواپسا و دلارامای نظام بالاتر میره. کار به اونجایی رسیده که جیغ جیغوی فسیل نظام یعنی جنتی جهنمی رو آوردن تو نمایش جمعه تا یه تصویر جمع و جور از مصیبت‌های نظام رو در معرض دید عموم بگذاره. ما جنگ رمانی داریم. جنگ چی دارید؟ ما جنگ رمانی داریم. منظورش جنگ روانیه، اما اینقدر دستپاچه شده که زبونش نمیچرخه. بابا این الان باید تو موزه کنار مومیایا باشه، نه جمعه بازار نظام. ما جنگ رمانی داریم. تو این جنگ الان ما داریم حرکت میکنیم و این جنگ داره ما رو احاطه میکنه و تهدید میکنه. دشمن ما رو از این تهدید میکنه. دشمن میخواد عقاید بچه ها رو و عقاید مسلمان رو تخریب کنه. بیدار بشید عزیزان، برادر و خواهر، بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو. درس بگیر، از فتنه درس بگیر. فتنه مسئله براندازی بود. ما نفهمیدیم این دبیر شورای نگهبانه یا متولی بیدار باش. اینطور که پیداست قضیه خیلی خطرناکه. جنتی یکم شفاف سازی کن ببینیم داستان از چه قراره که اینطور شیپور دستت گرفتی تا خرسای نظام از خواب زمستونی بیدار کنی. ایشون در اون ملاقات هیئت دولت فرمودن فتنه خط قرمز ماست. ببینید 3 سال از قضیه داره میگذره. چقدر ایشون بیش از 100 مرتبه شاید نزدیک 200 مرتبه راجع به فتنه صحبت کرده، بازم رها نمیکنه، چون میدونه چیه قضیه. میدونه یه عده‌ای که این فتنه رو میخوان زندش بکنن، میخوان ادامه بدن. اون شکستی که خوردن این شکست رو جبران بکنن. فرمود خط قرمزه. هر کسی که قبول نکنه خط قرمزه باید در خیلی چیزا شک کرد. آها، پس بوی فتنه گیجت کرده ها؟ شما که میگفتید بعد از حماسه گله های ساندیز خور تو 9 دی فتنه تموم شد. حالا چی شده که بعد از به قول خودت 5 سال تو و ولی فقیهت شب و روزتون شده فتنه؟ نکنه شکاف شیخ فری و اعتدالشه که فرصت رو واسه فتنه گرا مهیا کرده. خب ایشون فرمودن به اسم اعتدال، که اعتدال رو ما قبول داریم، ولی به اسم اعتدال نیروهای مؤمن را کنار نزنید. تریبون مجلس باید جلو این حرفا رو بگیره. تنها نماز جمعه و مثل من نباشه. به فرهنگ باید پرداخت. این فرهنگه که همه چیز درست میکنه. خودمونی. این جنتی لعنتی بعد خیاطی نیست. دیدید چجوری فتنه و فرهنگ و اعتدال و مجلس و دوخ به هم. خب هرچی باشه رفیق گارد علی گداست، به کلکسیون مصائب عظما اشراف داره. اما حالا از اینجا به بعد رو گوش کنید که با یه زیگزاگ میره سراغ زخمی که این روزا بدجوری ولی فقیه میتابونه. مسئله این آمریکای لعنتی دروغگوی حقه‌باز رو داریم. خدا انشاءالله عزت رهبری رو زیاد کند. آبروشون رو بردند. یه اعتراف 28 کشور درست کردن به نام اینکه مبارزه با داعش. خب خدا لعنتتون کنه. داعش ها چی با وجود آورد، چی کمکش کرد. به هر حال این هم حالا مسئله است که جلسه ای هم که داشتن بی نتیجه بود، تا آخر هم بی نتیجه میموند. بیشتر آبروی خودشون رو میبرن. از اینم من بگذارم. ما دانش آموزان نتیجه میگیریم که همه این بدبختی های نظام یه جورایی به هم دیگه ربط دارن و ته خط از همشون یه بو بلند میشه. اونم بوی سرنگونیه. این بو به دماغ بنفش شیخ فری هم خورده. واسه همینه که تو تلویزیون NBC اینجوری جای سیلی که تو صورتش خورده رو نشون خلایق داد.
رئیس جمهور در آستانه حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در مصاحبه با شبکه NBC آمریکا صداقت آمریکایی‌ها را در مبارزه با تروریسم مورد تردید قرار داد و گفت تجربه نشان داده غربی‌ها همواره در این مبارزه ناکام بودند. آقای روحانی یک بام و دو هوای آمریکایی‌ها در مبارزه با تروریسم را هم یادآور شد. تجربه موشکافی بنده حکم میکنه که بعد از تحولات اخیر منطقه داد و قال مهره‌های عمامه‌دار و بی عمامه نظام روز به روز بالاتر میگیره. این داد و هوارا تا اون ارعر نهایی که ارعر رفتن تو زباله‌دون تاریخه ادامه داره. شبای بعدم خدمت میرسیم و همین وضعیت رو دنبال میکنیم. فعلا زد زیاد. موشکافی